عجب چیز باحالیه، بریم بسازیم. مرحله اولش که طراحی توی سالید، حالا اگه طراحی هم نتونستین بکنین این راه نداره، با کاغذ خودکار هم میتونین طراحی کنین. مرحله بعدش خرید مواد اولیه است که یه چند تا بوش میخریم که اینا رو بتراشیم بندازیم برای داخل بولبیرینگا. یه دونه لوله گازی میخریم که من نتونستم لوله گازی سایز بزرگتر بخرم چون بولبیرینگا کوچیک‌تر بود. اینا هم پروفیلای کفشه که با موتورمون حمل می‌کنیم و میریم کارگاه تراشکاری. بعد از اینکه اونا رو تراشید بغلش یه ست اسکرو میزنیم که سر اون لوله گازیه وصل بشه و داخلش بتونیم بولبیرینگ بندازیم. اینجا هم یه شعبده بازی می‌کنیم، سیمجوشو پرت می‌کنیم و دستو میاریم جلوی دوربین و ناگهان تبدیل میشه به پایه. بله تبریک میگم، پایه‌مون آماده شد. استاد شخصا پایه رو تست میکنه ببینه محکمه یا نه، میره روش یه تست میزنه. تبریک میگم QC پس شد. بولبیرینگا رو هم خریدیم، از توی پاکتش در میاریم. بولبیرینگ 7206 بود، چند بود اسمش شمارهش یادم رفت. بعد میریم کارگاه لیزر، چیزایی که طراحی کرده بودیم میدیم برش میزنه از تو ورق 6 میل و 2 میل 2 میل برای مکعبا، 6 میل هم برای اون براکت های موتور و بقیه قسمتاش. خمکاری رو با پرس بریک انجام میدیم و میشه این. بعد مجددا یه معجزه دیگه رو میکنیم و مکعب سر هم شد بدون حتی یه دونه جوشکاری. البته بعداً دیدم که پیچاش خیلی جالب در نمیاد، جوشکاری رو مجددا انجام دادم و اینجا دیگه سر همش میکنیم. یه دور برقش رو تست میکنیم، اون سیماش هم از داخل لوله گازی رد کردیم. یه بار دیگه باز تست بکنیم. آقا من 3 تا موتور، اینجا صوفی میاد توی میدون، من 3 تا موتور گذاشتم چون دلم می‌خواست وسطیش طبق چیزی که همون اصلیش بود دلم می‌خواست وسطیش برعکس به چرخه. خب میتونین این کارو نکنین دیگه. بنرم میزنیم روشو. تبریک میگم آماده شد. خداحافظ شما.